پل برکی شهر کابل است. البته این بخش زیرزمینی هست دوستا که از کارت پروان شروع تا به چهارراهی ترافیک ادامه داره و خلطه های سمت هست. ببینیم چقدر سمت جا سفارش به مثلا میبینیم دوستا ساخت ساز هم تو به شدت جریان داره در این بخش. این پایه هاست اینجا پل هوایی میخوره دوستا از طرف پروان دوم به طرف شهرآرا از برکی میگذره این پل. البته سلام و درود مسار شما خوبان عزیزان، انشالله که خوب و سعادتمند و سر حال باشین و زندگیتان هم به خوبی خوشی و آرامی سپری شود. دوستان نهایت گرامی و عزیز، اینمی جایی که میبینین پرده زدن و زیر ساخت و ساز هست یا ساده‌تر بگم زیر کار هست. پل برکی شهر کابل است. البته این بخش زیرزمینی هست دوستا که از کارت پروان شروع تا به چهارراهی ترافیک ادامه داره و خلطه های سمت هست. ببینیم چقدر سمت جا سفارش به این جایی را که میبینین دوستان از مساله جور میشه. این در این قسمت جایی است که مساله جور میشه و اینجا ادامه داره. دیگه امروز من این دوستان عزیز که از برکی کابل و از این که پل چقدر جور شده و چقدر نه یک دیدن داشته باشیم که بالا زیر ساخت کار است و ما نمیخواهیم داخل بریم چون به دلیل از اینکه صبح وقت هم است و فقط واسه نظر بیرون ببینیم پردام گرفته شده و علی کار جریان داره. سرای ماشینالات دوستان عزیز از داخلش می آید. دیگه اصل کار دوستان عزیز در خود چهارراهی است. بریم چهارراهی رو ببینیم که چی گپ است و چی نیست. دیگه بعد از اون باز گپ بزنیم. سلو دوستا و پیش میریم فعلا. طرف دوستان عزیز منطقه برکی دیگه گفتم میشه که از طرف کارت پروان به طرف چهارراهی برکی میرن. دکاکین، رستوران ها، خوراک فروشی، همه چیز در این بخش وجود داره و در ضمن از این شفاخانه هم است و یکی از بزرگترین پوهنتون های شخصی در افغانستان یعنی پوهنتون رنا همچنان در این قسمت شهر کابل فعالیت داره که اون لوحه شکمتون شاید از اینجا ببینین و بتانین ببینین. البته ماشینالات روشن از دوستان عزیز و کار کرده میرن در داخل و باش حالا پیشتر بریم در چهارراهی در اصل ببینیم که چی جریان داره. پیزا خانم دوستان عزیز که بسیار مشهور است و پیزاهایش ارزان است. در این قسمت نه هست و یک دکانه که کوچک همینجا کرایه گرفتن و همینجا کار میکنن. این دکانش از دوستا دکان پیزا خانه. نسبت به جای کابل دوستان عزیز زودم باز میشه و خدمات رایه میکنه. این طرف هم تاج کانتیننتال دوستان از تصویر میبینین که دیگه کاروبارشان سر است چون وقت عروسی است، یعنی نه سرد است نه برف و باران و چیز هست و نه هم رمضان هست. کارایشان هم یاله
خوب است. به این منظور گفتم که وقتشون است. این قسمت ها دوستان عزیز کلان زیرزمینی جور شده. سر زیرزمینی هم فکر کنم که پوشانیده شده و تا جایی که معلومات داریم دیگه این بخشش که سرک از دوستان عزیز سرک می باشه، شاید بازسازی کنن سرک هم بوی سرک تا اخیر می باشه دوستان عزیز، به خاطر از اینکه موترها کسایی که میخواین دور بخورن از زیرزمینی استفاده نمیکنن، باز بتونن دور بخورن به طرف شهرها را. البته دوستان اینجا بهانتون رنا هست، قسمت براتون گفتم دوستان عزیز بهانتون رنا در این قسمت موقعیت داره. چیزایی که میبینیم فلافل و برگر و بولانی همونجا به خاطر موصلین هستن که بیاین و خرید کنن. این هم دوستان عزیز از چهار راهی برکی که کار ساخت‌ساز به شدت جریان داره و پایه های استحکامی پل برکی خانه دوستان عزیز در حال ساخت است و قسمت بیننده هستین ساخته شده و ساخته شده میره. ببینید دوستان کار بسیار آمد به شدت جریان داره، پایه ها در حال ساخت ساز است و پایه ها را ساخته میرن. پایه های بسیار بزرگ، چون که پل بزرگ از دوستان عزیز پایه های بزرگ هم باید داشته باشه. بگذاریم دوستان عزیز موترانه ما یک ذره یک بسور نیستن، حالا ندارن افکار ما نکنن. نمیرین دوستان ساخت ساز هم تو به شدت جریان داره در این بخش. این پایه هاست اینجا پل هوایی میخوره دوستان از طرف پروانه دوم به طرف شهرها از برکی میگذره این پل. البته خوب دوستان نهایت گرامی و عزیز انشالله که ویدیو خوشتان آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشین، ویدیو رو لایک کرده در کانال سابسکرایب کنین تا ویدیو بعدی همگیتان و الله متعال پاک و بی‌نیاز می سپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همگیتان.